اخیراً فیلمی از دختر آقای شمخونی عروسیشو دوباره تو فضای مجازی وایرال شده. میخوام بگم برخلاف همه که ای فوش میدن ای ناسزا میگن، بگم دمت گرم، عروسی دخترت هم مبارک، دامادت هم خیلی خوشتیپه، بهترین هتل تهران هم رفتی، بهترین غذا هم دادی، دخترت هم خیلی لباسش خوشگل بود، امروزی بود، اصلا به هیچکی ربط نداره عروس چه لباسی میپوشه، اصلا به هیچکی ربط نداره که خانوما چه لباسی میپوشن. دمت گرم که مثل یه پدر دست دخترتو گرفتی، علیرغم تمام اختلافات ایدئولوژیک و مذهبی و غیره قبول کردی که اختلاف نسل هست، اختلاف عقیده هست، زمان عوض شده، جوونا طور دیگه فکر میکنن و مثل مرد دست دخترتو گرفتی رفتی تو این مجلس. این واقعا جای تقدیر داره. آقای پزشکیان هم گفتش که دختر منم اگه بی‌حجاب باشه چی کارش کنم، شب خونه راش ندم. حالا هی شما سر منبرها و سر این بر و سر اون بر داد بزنید وای حجاب وای حجاب. آقا نسل جوون طور دیگه ای فکر میکنه، طور دیگه ای عقیده داره و عقیدهشون احترام بذاریم. دم آقای حداد عادلم گرم که برگشت گفت بچه من اگه این مدرسه های معمولی بره اتفاقات دیگه ای میفته، باید براش مدرسه درست کنن. دم آقای قالیبافم گرم که در یخچال رو باز کرد دید چیزی توش نیست، ولی رفت عروسی دخترش رو تو پارک شیان گرفت و جهیزیه‌ش هم از ترکیه آورد. دم پسرای آقای مقام کشور که الان توی ترکیه و دبی بورسازی میکنن دمشون گرم. دم هر کس که میدزده گرم، دم هر کس که اختلاس میکنه گرم، دم هر کس که داره میچاپه گرم، دم هر کس که به اسم فلسطین و انقلاب و اسلام و دین و مذهب داره این ملت رو غارت میکنه دمش گرم. همتون حال کنید این ملت حقشونه. باور کنید راست میگم، هر چقدر میتونید بدزدید نوش جونشون. من سر پل سرات به همتون رضایت میدم، ما حقمونه، بیشتر از اینم حقمون نیست.